کلام تو میتونه جادوی شگفت‌انگیز یک رابطه عاطفی باشه. چطوری؟ امروز توی چند تا مثال برات توضیح میدم. مثلا وقتی که به دوست پسرت یا شریک عاطفیت تماس تلفنی میگیری، بعد از مدت زمانی که صحبت کردین بهش میگی ببخشید که مزاحمت شدم. اینطوری صحبت کردن یعنی داری بهش این حس رو القا میکنی که من مزاحمت بودم، من وقت تو رو گرفتم. اینطوری حس خوبی نداره و نشون دهنده اینه که تو آدمی هستی با اعتماد به نفس پایین. به جاش باید بگی ممنونم که برام وقت گذاشتی. یا مثلا با هم دیگه قرار میذارین و میرین بیرون. وقتی که سر قرار میرسی ممکنه دوست پسرت بهت بگه چقدر امروز خوشگل شدی، یا دوست دخترت بگه چقدر خوشتیپ به نظر میرسی و تو برگردی بگی که نه بابا اونقدر هم که میگی تعریفی نیستم. باید به جاش بگی لطف داری به من، مرسی از تعریفت. اینجوری نشون میده که تو آدم با اعتماد به نفسی هستی و تحت تاثیر این تعریف ها قرار نمیگیری. یا مثلا اگر تو موقعیت مشابهی قرار گرفتی و سر قراری رفتی و دیدی که طرف مقابل تو خوش تیپ و خوش لباس شده، حالا میتونی لطفش رو براش جبران بکنی و بهش بگی تو هم چقدر زیبا شدی و اینطوری این حس مثبت و انرژی مثبت رو توی رابطه به هم انتقال بدین. بهش یه حال مثبت، یه انرژی مثبت تزریق کنی و تو هم حالا از زیبایی ها و تیپ اون تعریف بکنی. اینطوری یک رابطه پایاپای و برابر دارین و رابطه خیلی بهتر پیش میره و منسجم‌تر میشه به لحاظ احساسی و عاطفی. حالا یه مثال دیگه این که مثلا توی رابطه یه دلخوری های پیش میاد و تو ترس از دست دادنش رو داری یا میگی ولش کن بگذرم، پا میذاری و رد میشی. اما در مواقعی بهتره که بیای بگی حقیقتش از این رفتاری که کردی من دلخور شدم، بهتره با هم دیگه در موردش صحبت کنیم تا این کدورت‌ها برطرف بشه و اینجوری با گفتگو اون مشکل برطرف میشه. اما حواستون باشه در مواقعی که اون طرف مقابل نمیخواد با شما توی رابطه عاطفی بمونه یا به هر دلیلی دنبال بهانه است که با شما کات بکنه، هر چقدرم اگه بخوای باهاش صحبت بکنی یا بهش زمان بدی برای اینکه به تو یا به رابطه برگرده، بازم بهانه جور میکنه تا از تو فاصله بگیره. باید حواست رو جمع بکنی و کلا توی گفتگو با شریک عاطفی خودت جوری برخورد کنی و جوری صحبت بکنی که نشان از اعتماد به نفس تو باشه. وقتی آدم توی رابطه عاطفی قرار داره که از طرف مقابلش اعتماد به نفس، عزت نفس، انرژی بالا و یه حال خوب میگیره، حس خودش هم توی اون رابطه بهتره و دوست داره با این آدم بمونه، با یه آدمی که ارتعاشش، فرکانسش و انرژی مثبتش بالاه. یه شخصیت کاریزماتیک از خودت میتونی بسازی و با داشتن اعتماد به نفسه که میتونی این رو توی رابطه ارائه بدی. این اعتماد به نفس هم بستگی داره به جملاتی که ما موقع صحبت کردن با شریک عاطفیمون به کار میبریم و در واقع میشه گفت کلام ما جادوی این رابطه شگفت‌انگیز میتونه باشه برای ما. باز هم بهت میگم امیدوارم از این آموزش ها لذت برده باشی. دوستانت رو زیر این پست تگ بکن، این پست رو برای کسی که میدونی براش مفیده شیر بکن و به موقع هم سیوش بکن. شاید در یه مواقعی بهش نیاز پیدا کردی و میخوای اونها رو مرور بکنی. حالا اگر نظری یا پیشنهادی داری در این مورد یا اگر نکته‌ای به نظرت میرسه که میتونه توی اعتماد به نفس برای رابطه بهمون کمک بکنه، این زیر برای بقیه دوستان کامنت بذار تا بقیه هم نظر تو رو بخونن. باز هم بهت میگم قدر خودت رو بدون، چرا که تو بهترینی.